سوره مطففین و سوره انشقاق جزء 30. سوره مطففین آیه 35 تا 36. سوره انشقاق آیه 1 تا 25. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. على الارائك ينظرون. بر تخت‌های آراسته نشسته و می‌نگرند. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. آیا کافران پاداش آنچه می‌کردند دریافت کرده‌اند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اذا السماء انشقت. هنگامی که آسمان شکافته شود و اذنت لربها وحقت. و به فرمان پروردگارش گوش دهد و تسلیم شود و سزاوار است که چنین کند. و اذا الارض مدت. و هنگامی که زمین گسترده و هموار شود و القت ما فیها و تخلت. و هرچه را درون خود دارد بیرون ریزد و تهی گردد. و اذنت لربها و حقت. و به فرمان پروردگارش گوش دهد و تسلیم شود و سزاوار است که چنین کند. یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، بیگمان تو در راه رسیدن به پروردگارت سخت تلاش و کوشش می‌کنی، پس او را ملاقات خواهی کرد. فاما من اوتی کتابه بیمینه. پس اما کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود فسوف یحاسب حسابا یسیرا. به زودی به حسابی آسان محاسبه می شود. و ینقلب الی اهله مسرورا. و شاد و مسرور به سوی خانواده اش باز می گردد. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره. و اما کسی که نامه اعمالش از پشت سرش به او داده شود فسوف یدعو ثبورا. پس به زودی مرگ و نابودی را می طلبد و یصلی سعیرا. و به آتش جهنم شعله ور درآید. انه کان فی اهله مسرورا. بیگمان او در دنیا میان خانوادی خود شادمان بود. انه ظن ان لن یحور. به راستی او گمان می کرد هرگز باز نخواهد گشت. بلی ان ربه کان به بصیرا. آری، همانا پروردگارش نسبت به او بینا بود. فلا اقسم بالشفق. پس به شفق سوگند می‌خورم واللیل و ما وسق. و سوگند به شب و آنچه را فرو می‌پوشد. والقمر اذا اتسق. و سوگند به ماه چون کامل شود. لترکبن طبقا عن طبق. که شما پیوسته از حالی به حال دیگر منتقل می‌شوید. فما لهم لا یؤمنون. پس آنان را چه شده که ایمان نمی‌آورند؟
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون و هنگامی که قرآن بر آنها تلاوت شود سجده نمی کنند. بل الذين كفروا يكذبون بلکه کسانی که کافر شدند پیوسته آیات الهی را تکذیب می کنند. والله اعلم بما یوعون و خداوند به آنچه در دل پنهان می دارند داناتر است. فبشرهم بعذاب علیم پس ای پیامبر آنان را به عذابی دردناک بشارت ده. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند که برای آنها پاداشی قطع نشدنی است.